روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین جریان تمرین نظامی وستوک 2018 را در شرق دور از رزمایشگاه سوگال ماورای بیکل نظاره کرد. هدف این رزمایش نشان دادن توانایی و آمادگی نیروهای روسیه به حمله گسترده عنوان می شود. تمرین وستوک 2018 از 11 تا 17 سپتامبر برگزار شده در تاریخ روسیه بزرگترین محسوب می یابد. نظامیان روسیه و چین و مغولستان هنگام تمرین آمادگی نهادهای نظامی در مقابل حمله‌وران را با استفاده از لوازمات جنگی سنجیدند. در این مشق‌های حربی نزدیک به 300,000 نظامی، 80 کشتی، 36,000 زره‌پوش و همچنین تا 1,000 هواپیما اشتراک دارند. بجز از نیروهای روسیه به این تمرین نزدیک به 3,500 نظامی چین نیز جلب شده است. در همین حال روز چهارشنبه هواپیماهای پیمان ناتو نیز در حریم اروپا مخالفت به ورود بدون اجازت هواپیماهای روسیه به اروپای غربی را تمرین کردند. در سناریوی رزمایش هواپیماهای پیمان ناتو یک هواپیمای نقلیاتی نظامی بلژ را که گویا از اسپانیا حرکت می‌کرد زیر حمایت خود گرفته به هواپیماهای روسیه امکان نمی‌دهند به این هواپیما نزدیک شود. ما دیدیم که هواپیمای بدون کدام نقشه پرواز و بدون رمز دوست و یا دشمن که در هواپیما حتمی می باشد همچنان بدون جواب به سؤالهای ناظران امنیتی به حریم هوایی ما وارد می شود. برای ما این مشکل امنیتی است. پیمان ناتو به طور دائمی تخمینا 60 هواپیمای جنگی را برای حمایت از حریم هوایی کشورهای عضو در حال آماده باش نگه داشته است. تنها در سال 2016 هم هواپیماهای ناتو 870 دفعه به هواپیماهای روسیه مقاومت نشان داده حرکت آنها را زیر نظارت قرار دادند.